سلام و درود بینندگان ارجمند برنامه‌های اخبار آزادی که شما را با آخرین و مهمترین تحولات روز آشنا می‌کند. امروز سه‌شنبه 23 دکبر است. حالا ببینیم خبرنگاران آزادی در تاجیکستان و پراگ چه مطالبی را برای این نشر آماده کردند. آیا وعده پوتین درباره تحقیق عادلانه کشتار نورسی تاجیکی تنها یک هفته بعد جنایت صدا داد جامعه تاجیکستان را قانع خواهد کرد؟ وقتی مردان در جبهه اولند، زنان در عقبگاه برای حمایت از وطن آستین برزدند. اعضای واحد نظامی زنان بوچه از کار هر روزه خود قصه می کنند. داوطلبان مهاجرتی کاری شکایت دارند که همکنون از تاجیکستان استاده گرفتن روادید سفر به آلمان دشوارتر شده است. گفتن که من آلمانی را نمیدونم. حالا که با من یگان کس آلمانی گپ نزده، سوالم نه. بعد از سکوت یک هفته اینه رهبران روسیه در مورد قتل قابلجان علیف نورسی 10 ساله تاجیک در ولایت مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره صحبت کرد. او کارزنی نورسی روس به طفل تاجیک را حمله تروریستی نامید، ولی چیزی درباره چگونه رخ دادن این جنایت نگفت. همکارم طاهر سفر دایر به گفتگوی پوتین و امام علی رحمان درباره مرگ قابلجان علیف گزارش آماده کرد که همراه می‌بینیم. Начать нашу двухстороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования. اظهار تسلیت ولادیمیر پوتین به امام علی رحمان در رابطه با مرگ نورسی 11 ساله تاجیک بعد یک هفته قتل قابلجان علیف و ظاهرا زیر فشار واکنش وسیع جامعه تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه. عملیات تروریستی به خصوص نسبت به کودکان بسیار جنایتی نفرت انگیز است. بی شبهه تحقیقات کامل صورت می گیرد و گناهکاران اگر چند نفر باشند جزایی سزاوار خواهند گرفت. ملاقات روز 22 دکبر در شهر سنت پتربورگ و بعد از 6 روز قتل و سکوت رهبران روسیه صورت گرفت. ملاقاتی که این جنایت در مکتب در ناحیه اودینساوای ولایت مسکو با آن سایه افکند. قتل در زمینه بیگانه ستیزی خشم جامعه تاجیکستان و منطقه را برانگیخت. ظاهرا همین فشار گسترده سبب شد که پوتین را به سخن وادار کند. چرا پس از یک هفته؟ اگر صحبت با رحمان همان روز صورت می گرفت، او همان روز عین گپ را می گفت. اگر 2 سال بعد با رحمان گپ می زد، 2 سال بعد می گفت. تا زمانی که به او سوال ندهند، پاسخ نمی گوید. اعتراف هم نمی کند. این کشوری دموکراتی نیست که حکومتش پاسخگوی هر چی که در آن می‌گذرد باشد. 6 روز پیش از ملاقات نورسی 15 ساله روس در روز روشن به مکتب وارد شد. پاسبان آن و طفل تاجیک را کارد زد. پاسبان زخمی، طفل کشته شد. حمله‌ور اول از کودکان لرزان می‌پرسید که ملتشان چیست. جنایت دیگر باره مشکل مهاجر ستیزی و ملتگرایی را در روسیه عیان‌تر کرد و به سرخطی رسانه‌های زیاده کشید. فوجیه در ادینسوو پیامد روشن تشویق زورآوری و تحمل ناپذیری ملی و دینی است که سال اخیر مطبوعات روسیه دامن میزند و این تو به شووینیسم و بیگانه ستیزی آشکارا رسیده است. سیاستی که به گفته یک کارشناس تاجیک در روسیه حالا به سطح دولتی رسیده به همه قشرهای جامعه اثر گذاشته است. سبب اصلی آنچه که اتفاق افتاد افزایش بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران در جامعه معاصر روسیه است. اگرچه در گذشته در روسیه بیگانه ستیزی در جامعه نسبتاً پنهان بود و در رسانه‌های علاهیده و سازمان‌ها تشویق می‌شد، ولی حالا به یک بخش سیاست دولتی تبدیل یافته است. این ترکیب یعنی دولت و سازمان‌های غیر حکومتی و مطبوعات تحت حمایت دولت سبب افزایش بی‌سابقه نفرت به بیگانگان در جامعه روسیه شده است. هزاران نفر از کشورهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی به مادر قابلجان، دادر او و مردم تاجیکستان اظهار همدردی کردند. ماتم وسیع پوتین و رحمان را هم به سخن آورد.
قتل بیرحمانه کودک تاجیک که بر پایه نفرت ملی رخ داده است بسیاری ها را تکان داد و با گذشت یک هفته هم واکنش ها به این جنایت کم نمی شود. در بیرون از کشور جمعیت تاجیکستانی های امریکا هم معرکه جمع‌آوری مبلغ را برای یاری به خانواده نیلوفر صفایی و مادر قابلجان الیف راه اندازی کردند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان افضل شاه شادی که در نیویورک قرار بود کنسرت خود را برپا کند گفت به نشان ماتم این برنامه هنریش را بکار میکند. شامی دیروز زمانی که افضل شاه شادی با هواپیما به تاشکند رسید ما با او صحبت سری راهی برپا کردیم. دیلام خنک شد کنسرت. روسیه هم کنسرت داشتم اتمیت کردم، اینجا هم اتمیت کردم. حتی ما آدمایی که بلیط خریدگی بودن گفتن پول این بلیطای ده همون خدا رحمت تید ما راضی گفتن بیچاره اکا گفتن ما رحمت شما بکش شما میگه شما طرفداری کردید. بسیار آدما خرسند شدن، بسیار آدما عاطفی ناز دادن این مسئله به خدا رو شکر. خیلی این خیلی بدبختی ها با هم دیگه دستگیری نکنیم، روزای نیک به دستگیری کنیم الهیو. لیکن نصیب تقدیر هم خیلی بوده است که بچه حتما همون مادرکش دستگیری کردن در کار، برادرش دستگیری کردن در کار، آینده به اینا یک زندگی ناز بینن، نوع یاردم کردن در کار. سوال دیگرم این بود که آیا معرکه جمع‌آوری کمک‌های پولی به خانواده قابلجان در میان تاجیکان امریکا چگونه گذشت؟ بعد تاجیکای جمع کردم همونجا بچه‌ها. همه هفتن بچه‌ها اکن بعد مردن مادر دلش برداشتن مشکل. غمش گرفتن خیلی مشکل آسانی. من خودم فرزند گم کردگی میدونم چیزه. یکی به هر حال گفتم یک مبلغی در کره جمع کنیم. همه بچهای تاجیکستانی‌ها در همونجا بودن یا دیگه ملت‌های دیگر هم بیچاره یاردم کرده پول پرفسان پول پرویز جان یک نماینده تاجیکستان هستن بلاگر پرویز جان اونو میبرن میرسونن خدا خواهد با مادر همون قابلجان رحمتی جاش جنت شود. تشکر. هنرپیشه خلقی تاجیکستان افضل شاه شادی بعد بازگشتش از امریکا به سوالهای رادیوی آزادی پاسخ داد. در شرایطی که بسیاری از مردان در جبهه جنگ قرار دارند، گروه زنان اوکراینی در واحد نظامی با نام بیوه‌زن‌های بوچه به حمایت وطنی خود بلند شدند. این واحد نظامی در کنار کیف واقع بوده، اساساً از اختیاریان عبارت است. یولیا که یک عضو این واحد نظامی است در صحبت با تلویزیون نسته شوریم چگونه به این واحد همراه شدنش را نقل کرد. گزارش را که مرسی تقدیم میکند. من یولیا هستم. لقب حربیم دیزیگا. من در واحد بوچه یک خدمت میکنم. فرمانده گروه سیار هستم. گروه یولیا کیف را از حمله های هوایی حمایت میکند. وظیفه من نابود کردن پهپادها است. وقتی ما موقع گرفته پهپاد دشمن را دقیق میکنیم، آن را با آتش سلاح نابود میکنیم. من فرمان نابود کردن پهپادها را میدهم. بسیاری از مردان در ارتش هستند. در تیم یولیا اکثریت زنها می باشند و واحد نظامی او نیز بیوه‌زن‌های بوچه نام دارد. زنهای زیادی میخواهند از کشور خود دفاع کنند، ولی نه همه‌شان با سبب نگاه و بین کودکان نمیتوانند با ما همراه شوند. اعضای قسم حربی ما خدمت و حیات اویلوی را یک جای پیش میبرند. این زنها پیش از جنگ آموزگار، محاسب و یا آرایشگر بودند. ولنتینا میگوید که به هیچ تجربه و دانش آمد و زود کار را از خود کرد. وقتی قسمای سلاح را بار اول از هم جدا می کردم، خودم در حیرت بودم که این چی است و اون قسمش چی است. ولی با من همه را فهموندند. بعضی اختیاریان مشغولیت اساسی و عائله های خود را کنار گذاشته به اینجا آمدند. در زندگی آسایشته من پیش از همه مادر هستم. دخترم 10 ساله است. وقتی به دخترم گفتم که به حمایت کشور می روم، اولین سوالش این بود که موی مرا پیش از مکتب کی شانه می کند. این اولین پرسش کودک بود. او تمام واقعیت را پورا درک نمی کند. او می فهمد که مادرش آسمان را دفاع می کند. ولی آرزوی من این است که او هیچ غمی نداشته باشد. جنگ در اوکراین تخمینا 4 سال باز دوام دارد و شمار مردان در این کشور خیلی کم و زنها بیشتر می شوند. حالا 70,000 زن در خدمت حربی و 20,000 نفرشان در جبهه اول قرار دارند. زنان عضو واحد بیوه‌زن‌های بوچه تمام خطرها را درک می کنند.
фарзандони мо фарзандони ин кишвар бузургтарин манбаи илҳоми мо мебошанд. фарзандони мо калон шуда ин кишварро аз нав бунёд мекунанд. мо мехоҳем ки озод бошему дар кишвари озод ҳамон гуна ки худамон мехоҳем зиндагӣ кунем. дар тоҷикистон муроҷиаткунандагони визаи кишвари аврупои олмон аз 100 рафт бештар шудани посухҳои рад хабар медиҳанд. ҳарчанд маълум нест бо чӣ сабаб ҳодисаҳои рад шудани дархости гирифтани виза барои шаҳрвандони тоҷикистон бештар мешавад. сафороти олмон ҳанӯз ба муроҷиати радиои озодӣ посухе надодааст. вале вазъ чӣ гуна аст аз гузориши ҳамкоронам Зарангези Наврӯшо ва Шаҳлои Абдулло мебинем. барномае ки ман супорда будам барои раводидгирӣ ин дараҷаи кофӣ буд. ин ҷавони тоҷик нахост ки чеҳрааш нишон дода шавад. мегӯяд 3 бор кӯшиши гирифтани виза ё раводиди олмонро кард, аммо муваффақ нашуд. бори охир моҳи ноябри имсол пас аз 3 моҳи муроҷиат ба дархосташ посухи рад омадааст. надонистани забони олмонӣ, маълумоти бардуруғ пешниҳод кардан, норасоии ҳуҷҷатҳо, аз он нигоҳ накарда ки ман сертификати забони олмонӣ аз Гёте институт, яъне сертификате ки официально дар олмон ва сафоратҳо қабул мекунад. пешниҳод кардам ва дар ҷавоби рад бошад гуфтанд ки ман олмониро намедонам. сафорати олмон дар вебсайташ навиштааст бо қарори вазорати корҳои хориҷии ин кишвар имкони шикоят аз рад шудани дархости раводид ба марказҳои визадиҳӣ дар тамоми ҷаҳон бекор шудааст. мирзонаим иброҳимзода ки 2 сол боз дар олмон таҳсил ва аз зиндагиаш дар ин кишвар навору мавод нашр мекунад гуфт таи моҳҳои ахир ба ӯ ҳам дар ин бора зиёд менависанду аз таҷрибааш барои рафтан ба олмон мепурсанд. худи ӯ соли 2023 пас аз 1 моҳи интизорӣ ва суҳбат ё имтиҳон виза гирифтааст. روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید خیلی سخت شده است. در دوره شما چگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود. برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعت کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آنکه طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت‌پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حالی است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است. پدیده‌هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدند رو به همین آموزش زبان خارجی آوردن که هر چیز زودتر یک از زبان‌های خارجی بگذار، یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت‌ها سفر نمایند. آلمان رسما درباره تغییر در قاعده دریافت ویزا یا سفر تاجیکان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگر اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتویا هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت‌تر می کند. وزارت کارهای داخلی لاتویا در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سالهای قبلی خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدووا نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفری بدون روادید را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بکار کرد. این تصمیم در نوبت اول به شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان دخل دارد. و یک خبر، خدمات امنیت دولتی ازبکستان از بازداشت 2 گمانبر در قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر از خاک تاجیکستان خبر می‌دهد. در صحیفه تلگرام این خدمات آمده است کارمندان مرزبانی ولایت سمرقند ازبکستان همراه با خادمان امور داخلی معلوم کردند که 2 ساکن 28 و 29 ساله ناحیه بولونگور با راه قاچاقی از تاجیکستان بیش از 79 کیلوگرم افیون را آورده با مقصد به فروش گذاشتن آن در جای پنهان کردن از این جنایت پیشگیری شده است. با پایان این برنامه نزدیک شدیم، ولی شما هر وقت دیگر می توانید خبرهای مهم را از سامانه azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. در این صحیفه ها و هم در تماس خطی با رادیوی آزادی می توانید درباره حادثه های مهم در محل زندگی خود ما را با خبر و عکس و ویدیو آگاه کنید.
با رادیوی آزادی باشید و خدا نگهبان.